سلام، حال شما خوبی؟ خوشین؟ سلامتی؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم پاستا پستو بپزیم. زیاد مواد زیادی نمیخواد، غذای سریع و راحتیه بدون گوشت و مرغ. بریم با هم درستش کنیم. موادش هم رو میذارم ببینید که چیا لازم داره. خب اولش ریحونا رو میریزیم. روغن زیتونم چقدر باید بریزیم؟ یه قاشق خوبه، 2 قاشق، 3 قاشق میریزیم ببینیم به چه قوام. خب بیا روغن بریز روی این که این چیز بشه. بریز 2 قاشق بریز دیگه. نابود کردی همه جا. خب 2 قاشق نمک و اینا باید بریزیم دیگه تو این. بعدش گردو 3-4 تا بنداز. اینا میریزیم. میریزیم اول سسشو داریم درست میکنیم. من دیدم سیرا رو بریز. سیر ما همینقدر بود، شما بیشتر بریزید. ما سیر نداشت. خب شد. نمک رفت نمک بیاره. خب بس آقا جان. خب یه لحظه فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. پنیر هم اضافه میکنیم. حالا این میکس میشه. میکسش میکنیم. آب لیمو هم دوست داشتید برس. سس که اینجوری شد میذاریم یخچال چند ساعت استراحت کنه، بعد بریم پاستامون رو بپزیم. خب آب جوش اومد، من پاستا ها رو ریختم بپزه. خب پاستا هامون پخت، مواد ما ریختیم روش، اینو مخلوط میکنیم. بعداً اینجا رو واو بخور ببینم، بگو نظرتو. آخه این زیاده موادش. اینا بریز دیگه. عالی. الکی میگی؟ شور شده؟ آره آخه میگم این مواد زیاد داره. خب از اینو بنداز یه دونه اینجوری بخوریم ببینیم چجوریه.
بریم بخوریم. مارم بریز تو این. فقط من چیزم سوژه تویی فقط. خوشمزه است. من میپسندم. بد نیست. مخصوص اونایی که پاستا دوست دارن دیگه. فعلا خداحافظ.